سامان اسم رمز شب بگو بیارمت بالا لالا. رمز شب نگه بالا نمیارم لالا. دیگه کی را بیارم بالا؟ میخوام یکی را بیارم بالا ولی نمیدانم، پنجره دوزی میکنه. هر کی رمز شب بگه من یکی را میارم بالا. نه تو ای کسکش تازه رفیق شیم داداش. پنجره دوز اینجا دیگه مینگذاری شده، منطقه شفاخانه یا بابا رحیم تبدیل شده به منطقه نظامی. دوز آمده، دوز آمده اینجا پنجره دوزی میکنه، کسفروشی میکنه. آی لالا دستم خیلی هم درد میکنه. برو سامانی دام و بلمرغ دگر نه. برو ما خودمان راهزنای او راه را گیدیم. اینجا شیشتهیم. ما که اینجا شیشتهیم الکی نشیشتهیم. میده حاجی یوسف بسیار انسان پرریخته هست، بزرگ است. حاجی یوسف بسیار فرهنگی، پرریخته، مؤدب، انسان شریف. سلام رحمت الله بوستان. ای به ترکی مرکی بلغور نکن که اینجا افغانی هم ترکی بلد، اما فریب نمیخوریم. ای لالا بیرقای تان بالا. وای شاد آماد بیرقت بالا. کیرت گنده دلت زنده و کجای لالا؟ بیرقت بالا کیرت بر هوا. جارت جور است بخیری. جان لالا. یه حتی بچه ها تو خونه صدا تو میشناسن. تا داد زدی گو رفیق شارخ داد میزن. نه ما افغانی هستیم دیگه لالا. افغانی باید همینجور احوال پرسی گرمه بکنه. هر جا افغانیت دید باید چنان از ته دل بگه بیرقت بالا کیرت به هوا دلت شاد. که طرف خنده بر لب بیاید لالا. ایشالله که تا زنده هستی کس بر سر خر بگاهی لالا. لالا لالا میخوام یه آهنگ برایت بذارم در شب عروسی که مشروب و خوردیم همگی. این آهنگ برایت بذارم. ایول وای از این جدای مادر جلیل کجای. وای از این جدای. امروز پنجشنبه است، شب خیرات امشب. شب خیراته؟ پنجشنبه شب جمعه. ننه جلیل چقدر گوشاته. امشب شب خیراته. بزن جیگرت تا خونک کنه لالا. امروز دستم درد میکنه، پنچری گرفتم لالا، دستم درد میکنه. نکنه سرما زده لالا؟ نه این زور زدم به این پیچه باز نمیشد. اگه ننه جلیل بگیری دست بذاری لای پای ننه جلیل خوب میشه لالا. گرمای کس بندازی سر گردهت، این گرما میزنه این رگای تا پخته میکنه ویل میشه. های قصدتیم بیلغت بالا. ببین چی گفته شب جمعه گو به قبل پدر مادر مافیا و جلیل که آبروی افغان برده. ای بیلغت بالا چی کرد در نفسم.
جیگرت در جانم قوسوتین. خیلی مردی لالو، خیلی مردی، خیلی مردی. آه لالو. کیه علی کیه علی همیشه بابا گیر میده کسکش یکی آمد با اسم بیکام، آمد اینجا پنجره ما برد، دیدم همون کسکش هر شبیه هستم. ای گوبا منم نه علی زدم همیشه بیا بلاک بکنم، پیکان بلاک کردم. ای داده بر ما. ای با بعدی ای پلاکو وای نمیشه دا. برگردونی پلاکو 24 ساعت بعد برمیگرده لالا. ای علی چند شبهه یا علی نم کیه علی اینم فکر کنم از او خارکسته ها باشه که به اسم مبتل میآید که خوار ما را بگاید. دیگه نمیدانم کمان داره میده کمان چیه آقا خواهر جلیل بگوید عبدالحد دریغ نکنید، شما سربازای شاروخ و ابوالرحیم هستید، اینجا شفاخانه هست، همه تان سربازای شفاخانه هستیم. ای علی اگه رمز شب بده خب ای آشناه رمز شب چیه ای علی رمز شب خب اینا افغانی هم نمیتونن رمز شب بدن لالا. باید ایرانی باشه که رمز شب بگن. اینا افغانی هم خب دوستان ما هستن نمیتوانن کسکش الان رمز شبای سخت در بگن. امروز خار هرچی افغانی گاییده میشه تو عواد این چونده رفته الان بیسیم زده الان اوه میرن اوه اوه. الان میریزن تو گاراژ ها بدبختا تو ساختمون مادرشون به گاییده این محمد گفتم لالا دو نزن به این محمد ما. اون محمد ببین تعادل روانی نداره، هم حشیش میکشه هم شیشه. نه ایدی حرف اینا میزنه یادش میره، اون اصلا چیز نیست، به حرف اون گوش نکنه. نه خب الان که پیداش نکنن اینا کسکشان بچه های صاحب زمانن اونم چی بسیجی ها سگ میشن این سگ وقت میکنن آه میره میگیرن اونا خونشان به جوش میآید لالا. من خودم بسیجی هستم، میدانم چی میگی، میدانم چی الان میگی. میریزن سرا خرمشهر و ای و هر جا تور اوه سگ اینا اوه هست اوه مادراشون گاییده از دیگه اوه اوه. خدا به داد کونشان برسد، خدا به داد کونشان برسد. نه او بدبخت ها که کاری نیستن داشون میشه بدبخت میگم دیگه یک دانه کسکش میاد یک کبریت هم میندازه تمام افغانی ها را با آتش میکشه. فقط ای آتش خدا لعنت مادراشون شون. گاییده است آی تنها تو معلومه کر میریزی پنجره دوزی الا اصرار نمیکردی. این ابی هم فکر کرد یه کلم ترکی بگه ما رو فریب میده. برو این نیرنگ زنبل ما خودمان راهزنای این راه را کردیم. برو لالا، برو کسکش برو. سنایپور آدم کسکش قبل تعطیلات داره تعطیل میکنه گوادی بار تعطیلش کرد امروز اومدیم کیرم تو ناموسشون اه. دیگه تعطیل گاییده خواهد شدی؟ ولی میگه تا اطلاع ثانوی بار بهتون نمیدیم گندله برای شادگان قصه مادرت میریم بیدروه بریم آهک میاریم برای سنایپور بیدروه دوره لامد خب برو بندر خشکبار بزن کمپرسیه دیگه بزن بیا، بار فله هست که برو بندر امام بزن بیا تهران. بابا گزایی ندارم دهنمون به همش این ماه به من 2700 داد تموم شد تا دیروز پیروز تموم شد قبلا تابستون میرفتم بیرون میومد 3000 تا میومد بعد 3000 تا هر برنامه رفت و برگشت بزنم پیمانشی 300 تا به میدن نرفتم این ماه اصلا بیرون نرفتم بندرمون بچه های شما همه امیدیه، بچه های سربندر، بچه های حواز خوزستان میان بار میزنن. درد سر داره باید یکی بره برات نوبت بگیره بعد بری تو نوبت بعد سه چهار روز بندرمام نوبت بارش چیزه زود میدن، نوبت بارش اونجوری نی. اگه بار خوب کمپرسی برام میاد اونجور. بار بیاد نه همه چی داره بار خوب باشه و خط تازت میزنن اگه اینطور نه بارا خواهرن تخمیه و هفته یه بار گیرت باید بری ماشین بومی کنی و فلان دیگه درد سر داره از همین حواز آره یه بار خورده زیاد داریم وحشی بازی ماشر
این چیزاست، این بهبهانی ها کسکشو میان اونجا یه خلو وحشی بازی در میارن. نه آواز ترمینال داره، از گروملی بار هست، دبل بار اهواز هست. که خودش قطب صنعته، ولی خب بندر ما همیشه بار است. و من شکر اگه گیرم بیاد شیراز